أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. از علی خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در جنت خانه های است که بیرون آنها از داخل و درون آنها از بیرون دیده نمی شوند. این خانه ها را خداوند برای کسی آماده نموده است که در راه خدا طعام بدهد، سخن نرم گوید، بعد رمضان روزه بگیرد و شبانه در حالی که مردم در خوابند نماز بخواند. روایت احمد، ابن حبان و بیهقی. سخاوتمندان و کسانی که نرم سخن میگویند و خوش معامله هستند و کسانی که بعد روزه ماه رمضان روزه نافله میگیرند و شبانگاه به عبادت خدا مشغولند، در بهشت مقام و درجه خاص دارند. خداوند برایشان خانه های آفریده است که از درون بیرونشان و از بیرون درونشان دیده نمی شود. این حدیث نبوی فضیلت عملهای ذکر شده را تأکید می نماید. پس برادر و خواهر عزیزم، آن عملهایی که در این ماه شریف انجام می دادید بعد از ماه رمضان هم آنها را دوام بدهید، چون خیلی ثواب و اجری گرانی دارند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. ونفوسنا فيه تصان وبصومه نرقى الجنان رمضان.